صورت عمومی همه اپراتورانی که در جمهوری فعالیت دارند درآمدش نور از 2% زیاد شد، کم نشده است. نیکی در مجموع اگر که گیریم ما میخواستیم که زیاد شود. درآمد پولکی که نسبت وزیر رشد اقتصاد گفتن حقیقتا و میخواستم که در نیم ساله دوم زیاد باشد، از این زیاد باشد. شماره مشتریان علاقه ثابت 0.4 میلیون عدد را تشکیل می نماید. شماره استفاده برندگان اینترنت در یک جایگی با استفاده برندگان اینترنت موبیلی در این نیم ساله اول کم شده است و 3.4 میلیون نفر مشتری را در بر گرفته است. این به هر حال این فهمیده می شود از سبب آنکه تکنولوژی نو وارد می شوند. این به نمودی وایبر، به نمودی اینستاگرام این کمتون نفهمی می شود و از این خودی نفرون مشتری کمتر شده است. به هر 100 نفر شهروندی جمهوری 4 عدد دستگاه تلفنی ثابت راست می آید و به هر 100 نفر شهروندی جمهوری 75 عدد دستگاه تلفنی موبیلی فعال راست می آید. از هر 100 نفر شهروند 44 نفرش استفاده برنده اینترنت می باشد. درآمد یک عدد تلفن ثابت در یک ماه 28 تومانی رو برابر است و درآمد یک تلفن موبیلی در یک جایگی با استفاده بری اینترنت در یک ماه به 39 تومانی برابر می باشد. در 6 ماه سال جاری از طرف ریاست نظارت خدمات علاقه 8 سنجش نظارتی نقشه‌ای اوید به رعایت نمودن سندهای معیاری ساحه علاقه برقی در شهر دوشنبه گزارنده شدند و یک سنجش در ولایت مختار کوهستان بدخشان. در نیم ساله اول سال 2015 اوید فروش سیم کارت‌ها در همکاری با مقامات وکالت‌دار حکومت تاجیکستان 66 بازرسی حجت‌گذاری کرده برای صادر نمودن حقوق‌بیانی معمولی 9786 سیم کارت مصادره 8044 تومانی جریمه کرده شده و بودجه دولت سپرده شد. عموما با بودجه دولت برای صادر نمودن حقوق‌بیانی‌های معمولی به مبلغ جریمه‌ای 10640 تومانی و حق خروج استفاده بری اجازه‌نامه باشد 115 تومانی را تشکیل می‌دهد. یک لید مشترکی با وزارت کارهای داخله بود و سیم کارت‌ها را برای چی ما از دست دیلرها مصادره کردیم. این بود آن یکی و یا نادرست به شناسنامه اما سیم کارت فروخته شد. از همه شرکت بودن و یا همه شرکت های موبیلی بودن. چطوری که میدونید 4 شرکت موبیلی که فعال هستند و با فروش میبرند خودی سیم کارت های خودشان. حجم خدمت رسانی علاقه به اهالی 739 میلیون تومانی در بر میگیرد. خدمت رسانی علاقه به شخصان امتیازدار از طرف اپراتور ملی علاقه برقی به مبلغ 224 هزار تومانی رسانیده شده است. تا 1 ایول سال 2015 سوبیکت‌های خودجدیداری که برای فعالیت در ساحه علاقه برقی اجازه‌نامه دارند 134 عدد را تشکیل می‌دهند و شماره اجازه‌نامه‌ها 265 عدد می‌باشد. برای بررسی عریضه و درست نمودن مهلت عملی اجازه‌نامه طبق طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره اجازه‌نامه‌دهی به بعضی نمادهای فعالیت بر بودجه دولت 8400 تومانی وارد کرده شد.